سرخط خبرهای مهم. ایران با چند شرط ویزا را با تاجیکستان بکار کرد. نظرسنجی: قهرمانزنی تاجیکستان کیست؟ و در داغستان پوشیدن نقاب را موقتا منع کردند. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. برنامه نویدی بامدادی را با خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می‌گردانیم. امروز پنجشنبه 4 ایول. هیئت وزیران ایران روز 3 ایون نامه تصویبی بکار کردن روادید یا ویزا با تاجیکستان را امضا و رسانه‌ای کرد. تبلیغ خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به سفارت ایران در تاجیکستان خبر می‌دهد بر اساس این نامه وزارت کارهای خارجه ایران موظف شده است که مقررات بکار کردن روادید میان حکومت ایران و حکومت تاجیکستان را اجرا کند. اما جمهوری ایران نظام روادید را با 4 شرط لغو کرده است. از جمله دوامناکی بود و باش 3 روز است، نمود سفر باید تنها سفر هوایی باشد، مسیر سفر از دوشنبه به تهران و برعکس و شرط عمل متقابله. در صورت عمل متقابله حکومت تاجیکستان روزی لغو نظام معین می شود. از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به آزیا پلوس گفتند از امضای نامه تصویب لغو روادید از جانب ایران آگاهی دارند. تاکید کرده است که تنها بعد به انجام رسیدن مسئله‌های حجت‌گذاری روزی به اجرا درآمدن لغو نظام روادید معین و با مکتوب رسمی جانب تاجیکستان آگاه کرده می شود. میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز هست. 10 تاجیکستانی با مقصد سیاحت و تجارت و طبابت به ایران سفر میکنند. روز 3 ایول در دوشنبه در سن 76 سالگی اپراسرای معروف تاجیک ادهم خالقوف درگذشت. در این باره ماموریت تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی خبر داد. سبب درگذشت او فعلا معلوم نیست. مراسم جنازه ادهم خالقوف امروز در دوشنبه برگزار می شود. ادهم خالقوف تا سالهای 1990 در دوشنبه کار کرد و بعدا به میلان ایتالیا رفت. در یک مصاحبه‌اش سال 2009 به رادیو آزادی گفته بود که با نشانه‌های از درد قلب مدت بستری شد. او یکی از چندین هنرمندان اپرای تاجیک است که توانست هنر خود را در ایتالیا وطن اپرای جهانی صیقل دهد و به حیث استاد کار کند. آغاز سالهای 2000 اکادمی موسیقی خود را با نام بیل کانتو اینترنشنال تأسیس داد و در برابر جوانان بالیاقت از ایتالیا با شاگردان تاجیکستانیش هم درس داد. قهرمان تاجیکستان عنوان عالی دولتی تاجیکستان است که برای خدمت‌های شایسته در نزد دولت و خلق سپرده می شود. عنوان به شهروندانی که برای آزادی، استقلال و رشد تاجیکستان قهرمانی حربی و مهنتی نمودند تقدیم می شود. فعلا در تاجیکستان ما 6 قهرمان داریم که همه آنها مردان هستند. آیا ملت تاجیک قهرمان زن هم دارد؟ اگر قرار بود یک زن تاجیک قهرمان تاجیکستان باشد، کی را نامبر می‌کردید؟ همکاران ما با این سوال‌ها به ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه مراجعت کردند که پاسخ آنها را یک جا می‌بینیم. زن باشد خانشین است. نیکی اگر در سر قدرت بدنش با فکر ما نادرست است. تمام درمان خدا باشینه کشایش کاش ماده. کودکان تربیت کودک باشد در خانه باید که کودکان تربیت کنه و برای راست هدایت کنه. همین بسیار هستند که در سوهای تیپ هستند، در سوهای علم هستند. آنها زنهای قهرمان هستند برای اینکه برای خلق بسیار خدمتی کلان کردگی. در سوهای تیپ حسنова بودند، بسیار تراپیوت نغز بزرگ بودند. اون کس بسیار انسانی نغز بودند. اون کس رو نامبر کردن ممکن. میراکیلова بودند. اون کس هم زنی پدیاتری که یکی از زنهای بودند که به همه کودکان کمک میرسوندند. من از سوهای تیپ میدونم کمک برای اینکه من دکتر فنهای تیپ هستم. برای پیش قهرمان شدن، برای پیش از این چیزا رو مپای کردن، ما باید خودمون آماده باشیم. زنها مادرای ما امروز آماده نیستند، تیار نیستند، آنها خودشان محتاج است. فرهنگ ما چنین است که مردم بیشتر فعالند. زنها باشند خاکساری را دوست می‌دارند. دخترانمان را بر وقت به شوهر می‌دهیم. اگر به دختران هم مثل کشورهای دیگر امکانیت دهیم، آنها هم می‌توانند خودشان را نشان دهند و برابر مردان بعد از دستاوردهای بزرگ نائل شوند. مرد باید قهرمان شود در همه جهت. میتواند مثلا 40 دختران فای بودن که
جنگ بر اومدن کوپت برای بقیده من همی که برای در سالهای اخیر همی خیلی زن کی گویم زنهای قهرمان تاجیک بودن در شاهنامه هستن نامشون فراموش کنیم و در این سالهای اخیر هم خیلی زن داریم زنهای لایق به همین قهرمانی باید باشه و فکری من باید باشه نه که به همین دوره همین زمانه کردن بر زمانه خودشون زیبانیسار نشون زن یقین زن تاجیک قهرمان شده در دنیا قهرمان یک قهرمانی که نداره شاعرای خوب داریم زنها خیلی رخسار صفیه و از بدخشان داریم از سوق داریم زنها اگه نامش از دیادی من نیستن یکی داریم چیوانه برای قهرمان شدن یه عمر جنگ کردن در کار نیست خدمت کردن در کار برای قهرمان شدن شما پرسیم برای چی نیست چی من نیستی مردین ها بسیارن خیلی نیست من خودم جوابی برای چی نیستی کی رای پیش های شما رو گفته گیای خیلی از زمکوی بایوی داریم اگر قهرمان ات واپس نکنم. بینندگان عزیز شما هم نظرهای خود را زیر این برنامه برایمان نویسید. روسیه میولی سال روان دادگاه نویه شیربینکه شهر مسکو ولیشری اسمتزاده مربی 32 ساله تاجیک تبار را با اتهام مبلغ‌گذاری تروریسم تا 28 آگوست به حبس گرفت. پرونده او را مفتشان کمیته تفتیشاتی روسیه پیش میبرند. بر اساس قسم یکم ماده 251 به اسمتزاده همچون جزا از 7 تا 15 سال زندان با جریمه با مبلغ تا 500,000 روبل تهدید میکند. طور ریا نووستی خبر می‌دهد مفتشی پرونده به دادگاه گفته است که یک خویشاوند اسمتزاده در سوریه می‌جنگد و به ضد او در تاجیکستان با اتهام تروریسم پرونده جنایتی کشیدند. اسم این خویشاوند اسمتزاده نشر نشده است. او همچنین به آن عیبدار می‌شود که به افراد با جرم فعالیت‌های تروریستی زندانی شده و یا گمانبر به انجام چنین فعالیت‌ها پول گذرانده است. در نوبت خود ادوکات‌ها با بیگناهی علیشیر اسمتزاده اصرار ورزیده گفتند که تفتیشات برای اثبات دست داشتن او در مبلغ‌گذاری تروریسم دلیل‌های کافی در دست ندارد. آنها از دادگاه خواستند که اسمتزاده را به حبس خانگی فرستد نه به بازداشتگاه، ولی دادگاه در این مسئله از تفتیشات پشتیبانی نکرده است. اسمتزاده 32 سال داشته در دوشنبه تولد شده است. سال 2015 دانشگاه دولتی ورزش و توریسم روسیه را ختم کرده. استاد ورزش روسیه اوید به گوشتی آزاد نامزد به استادی ورزش از روی گوشت یونانی رومی می باشد. او مربی منتخب جوانان روسیه اوید به گوشتی آزاد است. اداره مفتیات داغستان جمهوری در حدود قفقاز شمالی فتوا داد که پوشیدن نقاب موقتا منع شود. خبر در تلگرام کانال مفتیات نشر شده است. از این پیش شعبه فتوای مفتیات داغستان قرار کرد که برای پورا منع کردن نقاب پوشی ساکنان اساسی وجود ندارد، ولی با دلیل‌های امنیتی چنین مانع میتواند در سطح محل جاری شود. سبب موقتا منع شدن نقاب پوشی در داغستان مراجعت وزارت منطقوی اوید به سیاست دینی میباشد، نوشته است رادیو سوابودا. مفتی داغستان احمد عبدالله روز 2 ایول گفت که منع پوشیدن نقاب میتواند یک چاره موقتی تا پورا آرام شدن وضع در منطقه باشد و این حالت را با محدودیت‌های مانند کرد که در دوره پاندمی کرونا ویروس جاری شده بود. عبدالله فتوای نو را در ملاقاتش با رهبر جمهوری داغستان سرگئی ملیکوف و جمعیت شهروندی اعلام کرد. ملاقات به حادثه‌های حمله مدهش مسلحانه به عبادتگاه‌های نصرانی‌ها و یهودی‌ها روز 23 ایون ربط داشت. از این پیش سرگئی ملیکوف ضد پوشیدن نقاب برآمد کرده بود. رهبر مسجد جمعیت مسکو ایلدار علاودینوف گفت که منع نقاب میتواند باعث ایجاد تنش در جامعه روسیه شود. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خیرامان به خود همراه میبینیم.
4 ایول امریکایی‌ها روز استقلالیت کشورشان را جشن می‌گیرند که با اعلان استقلالیت آن از شاهیگری بریتانیا در سال 1776 ربط دارد. توماس جفرسون پرزیدنت سیوم امریکا و یکی از مؤلفان اعلامیه استقلالیت دانسته می‌شود. کشوری جوان ولی با سرعت پیشرونده امریکا از پیشبرنده‌های آرمان‌های دموکراسی و آزادی بیان به شمار می‌رود و در این بخش هم دوام 30 سال استقلالیت تاجیکستان کمک و همکاری زیاد به راه مانده است. 4 ایول سال 2001 در مرکز دوشنبه رودکی سمادف کشته شد که از مؤسسان سازمان زردشتی مزدای اسنو در تاجیکستان بود. او همگی 37 سال داشت و برای آموزش و شناخت دین زردشتی در تاجیکستان توسط تحقیقات علمی و تهیه فیلم 6 سریگی زردشت کارهای زیادی انجام داد. قتل او را که یکی دیگر از کشتارهای زنجیره‌ای روشنفکران تاجیک در آن سالها شناخته می شود تا حال ناکشاده می ماند و بیشتر به فعالیت کاریش ربط می دهند. رودکی سمادف همچنین خبرنگار تلویزیون ایران بوده چند مستند خاطرمان به نوار برداشته است. 4 ایول سال 2020 با وجود انتقادهای زیاد مطبوعات و جامعه شهروندی تاجیکستان پرزیدنت راضی شد که برای به قبل مقامات پخش خبرهای ناصحیح درباره کرونا ویروس ساکنان و هم خبرنگاران جریمه پرداخت کنند. بنا به تغییراتی که به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری وارد شد، جریمه در حجم تا 11600 سومانی تعیین گردید. حامیان آزادی بیان این تصمیم را محکوم کردند. بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 120 سومانی، 100 یورو به 1747 سومانی و 100 دلار 1066 سومانی عوض کرده می شود. بیننده های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تشکر که ما را همراهی کردید. خیر، خدا نگهبانتان.